هدف از ازدواج در اسلام این نیست که شما بچه بیاری بله. و استفاده جنسی بکنی. هدف این نیست. در هیچ جای قرآن هدف از ازدواج این بیان نشده. هدف از ازدواج چی بیان شده در قرآن میدانید؟ نخیر. و من آیاته، از نشانه های قدرت الله این است که ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از خودتان مثل خودتان برایتان همسرانی رو پیدا کرد. یعنی چی؟ زن هم مثل تو انسان است، زن هم مثل تو حق داره، زن هم مثل تو احساس داره، شعور داره، مثل تو شخصیت داره. این نیست که از جای دیگه آمده باشه. بله. و جعل بینکم موده و رحمه لتسکنوا الیها، که شما در کنار آنها آرام بگیرید. نگفته که شما از او استفاده جنسی بکنید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنوا الیها، که شما در کنار او آرام بگیرید. آرامش هدف است. آرامش مطلوب زندگی است. مطلوبی نیست که شما بچه بیاری و استفاده جنسی بکنی. و جعل بینکم موده و رحمه، و در بین شما پیوند عشق و محبت را قرار داد. وقتی که رحمت بود، سکون بود، وقتی که سکون بود و عشق بود، چی میاد؟ رحمت میاد. رحمت از جانب کی میاد؟ از جانب الله سبحانه و تعالی. در کجا این آیه ذکر شده که هدف از ازدواج بچه آوردن است؟ در کجا ذکر شده که هدف از این آیه استفاده جنسی است؟ امروز اکثر مردم ازدواج برایشان فقط چی است؟ خوشگذرانی. بعد از 1 سال 2 سال طلاق بده بره. یا ازدواج چی است؟ یک چند تا بچه بیاریم. خیلی جالب. پس ازدواج، زن در دین مبین اسلام جایگاه ویژه و خاص خودش رو داره. به خاطر همین در یک مراسم مهم حج، در مراسمی که همه مسلمان‌ها جمع، پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر دقیق با جملات کوتاه میگن که بترسید در مورد زنها از الله سبحانه و تعالی. شما این رو به اصطلاح با عهد و پیمان و امانتی که از جانب الله گرفتید و با اسم الله برای شما حلال شدن، شما در هر رفتار و کردارتان با اینها چیکار بکنید؟ با اینها الله سبحانه و تعالی رو در نظر بگیرید.